سلام شیکرای من، چطورین؟ خوبین؟ خوش اومدین به اولین ویدیو یوتیوب من. و اینکه اینجا من قرار بشونم توی صندلی داغ. من نمیشینم، باور کن. دوستای عزیز، هر سوالی که جواب نده یه جریمه جنجالی داره که باید همه رو تک به تک انجام بده. متاسفانه معلوم نیست. تازه یه چند تا چالش در بردن. 10 تا؟ آره. 10 تا چالش آیدا و کیمیا در بردن، به من نگفتن. نمیدونه روشن هنوز چالشش چیه. بریم که داشته باشیم. ایشالله ندونمم. بریم داشته باشیم واسه سوالای قشنگ و چالش قشنگ. نمیخوام. خب اولین سوال گفته که بیوگرافی بده از خودت. روشنم 25 سالمه دیگه. املاکی کار میکنم. بعد کجا زندگی میکنی؟ خونمون. با مامانم زندگی میکنم. تحتقاری هم هستم. خب سوال بعدی گفته که چند تا خواهر برادرین؟ من 3 تا خواهر دارم، یه دونه هم برادر دارم که فوت شده. که داستان پدرت چیه؟ داستان پدرمو نمیخوام در موردش زیاد صحبت کنم، ولی قضیه اینجاست که من و پدرم یه دعوای خیلی شدیدی با هم داشتیم و الان از هم شکایت کردیم. حالا ببینیم به کجا میرسم. حالا بعدی گفته که برمیگردی به بهزاد. بچه من و بهزاد بارها گفتیم بودن در کنار هممون واقعا به صلاح هیچ کدوممون نیست. ما اینجوری رفیقیم، هم خیلی با هم میتونیم بهتر کنار بیایم، همین که خوبیم دیگه، اینجوری بهتریم دیگه. همه که نباید برگردن به هم. و یه چیز دیگه هم که وجود داره اینه که شما الان دارین هی اسم من رو تو پیج اون میارین، اسم اون رو تو پیج من میارین. هر کدوممون بخوایم یه رابطه جدید شروع کنیم واقعا داستان میشه. و به نظرم بیاین بپذیرین که من و بهزاد میتونیم رفیقای بهتری باشیم تا پارتنر بهتری. سوال بعدی گفته که پیشنهاد دیگه ای نداری؟ چرا؟ دارم ولی نمیگم کی. خدا زد تو سرم. به خدا زده تو سرم. نمیگم. میخوای چیکار کنی؟ از اون بلایی که سرم آوردی میاری؟ نمیگم. چند تا تتو داری؟ 1 2 3 4 5 6 تا. سوال بعدی، با کدوم یکی از بچه‌های عشق و نفرت اوکی نیستی؟ خب من الان نمیخوام جواب بدم. چی میگی؟ من دارم حرف میزنم داداش، باور کن. نمیخوام جواب بدم. نمیخوای جواب بدی؟ نه. برو بپر تو دریاچه پیش این. برو بابا. با روشن اوکی نیست. جواب نمیدی؟ نه. چطور بپرم تو؟ نه این نیستش دیگه، اینجوری هم نیستش دیگه. اصلا نمیذارن. خب اوکی نیستی با این جوابه؟ نه نمیگم. بگو چیکار کنم؟ بچه‌ها بریم واسه چالش. تو چالش بهش میگم از 1 تا 10 یه عدد انتخاب کن برای این چالش های جنجالی. 3. آره. خب زنگ بزن به رامین و متقاعدش کن که برات جارو برقی بخره. این چه چالش سمیه در بردی؟ جارو برقی. بچه بریم که داشته باشین تا به رامین زنگ بزنه. الو. جانم عزیزم. سلام، خوبی؟ خوبی تو؟ خوبم مرسی. رامین یه خواهش دارم ازت. چه؟ میشه جارو برقی برام بخری؟ جارو؟ چی؟ جارو چیه؟ جارو برقی میخوام. چی شده؟ همینجوری نیاز دارم. من بخرم؟ آره. باشه؟ داره.
معرفت اومرام واسه یوتیوب زنگ زده بودم، چالش آیدا اینا بود. با عباس رل زدی؟ نه. جزئیات؟ بعد جزئیاتش هم بگم؟ بله. خب ببین ما تو مرحله آشناییم هنوز، به خاطر اینکه ببین بچه خوبیه ها عباس، ولی من آمادگی رل زدن رو ندارم. دروغ چرا؟ و به خاطر همین یه ذره هنوز دارم بهش فکر میکنم. نوشته که آخرین باری که عاشق شدی. من عاشق نشدم تا حالا. کراش که دیگه زدی، یعنی اونم نزدی. چرا؟ خب نمیگم. جزئیات اینجا نبود، اینجا تو این سوالا نبود. فقط بدونی که کراش زدی. آره نمیگم. 2000 years later. بچه ها روشنا به یه چالش دیگه‌ش هم جواب نداد. سوال دیگهش اشکال نداره، it's me. و از 1 تا 10 یه بار دیگه یه عدد دیگه انتخاب کن. 3 رو گفته بودم اون دفعه. آره. 5. زنگ بزن به نیما. زنگ بزن. صدای الاغ در. آیدا میدونی کجاییم؟ بچه ها ما الان تو کافه ایم. این چالش علاوه بر این که آبرو خود روشنا رو نیما میبره، جون همه میبره. خب زنگ بزن. بابا نمیخوام، آبروم رفت. ببین من اگه بدونم کی این سوالو در آورده. The fuck up. Shut the fuck up. سلام عشقم. الو الو. What the fuck? الو آیدا. Are you okay? منم. زهرم مار. چه یوتیوب بود عزیزم. پشمام الان یعنی صدام داره پخش میشه؟ بله. شما رو ایران. سلام بچه ها، خوش اومدین به نمیدونم چندمین ویدیوی روشنا. اولین ویدیو. آره چون چند بار اینو گرفتم. اولین ویدیو. خب گفتن چه پسره خوشت میاد؟ از پسرایی که صرفا فقط نر نیستن و تکیگان، آدمای با درک و با شخصیتی هن. از مردای آلفا خوشت میاد؟ نه مرد آلفا نه، من چون با مردای آلفا نمیتونم، با مردایی که حس رهبری دارن نمیتونم ارتباط بگیرم. خودت هم تقریبا اینجوری هستی. آره ولی از آدمایی که مثلا اینجوریه که ببین همیشه میدونی هست، از اون آدم خوشم میاد. یکی که همیشه پشتت باشه. آره. خب آیا تو ظاهری رو بگو، از چه مردای خوشت میاد؟ ظاهری اولدمانی من بیشتر میپسندم، واقعا دوست دارم. تیپای کلاسیک همچین خوشگل مشکل تو دل بروه، پولشون قدیمی باشه، پولشون جدید باشه لطفاً. تیپ پسرونه دوست نداره، تیپ مردونه دوست داره. آره دیگه. نه ببین بدون کجا چی بپوشه این بهتره. متوجه شدم. میگه که آخه چه سوالیه، میگه از به خاطر کاری که تو برنامه باهات کرد هنوزم بدت میاد. جواب نمیدم یعنی چی؟ این چه سوالیه واقعا؟ یعنی خب به جریمه برو دیگه. آره دیگه بعد جریمت. بابا نمیخوام، سوالش خوب نیست، نمیخوام. پس جریمه. آقا بریم برای جریمه. یه برنامه. عدد 6. عدد 6. خب خیلی رندوم یه آهنگ میذاریم واسه میری جلوی یک فرد غریبه میرقصیم. یا علی با من این کارو نکن. نمیخوام. انجام میدی چالشتو؟ آره میریم انجام بدیم. اوکی برو علی یارت. چیو پیدا کنیم؟ سوژه مورد نظر پیدا شد.
مردم پایه ایران بچه واقعا اصلا خیلی پایه بود. اگه برگردی بازم توی عشق و نفرت شرکت میکنی؟ آره چرا که نه، بازم شرکت میکنم. به نظرم یه ذره تجربه جدیدی بود، یه ذره با ترسام و یه سری چیزا مقابله کردم و خوب بود. با افراد جدیدی هم آشنا شدی؟ آره. اون کارهای قبلی هم میکنی؟ اون کارهای قبلی همه رو میکنم. یعنی مرغ میخوری دوباره؟ آره. دوباره برق وصل میکنی به خودت؟ یه ذره برقه بد بود ولی آره بازم هم کار رو میکنم. میگه توی بچه های عشق و نفرت با کدومشون صمیمی تری؟ نمیخوام بگم به خاطر اینکه واقعا نمیخوام بگم با کدومشون صمیمی ترم و با کدومشون. یعنی این که از کدومشون بیشتر بدت میاد یا حال نمی‌کنی باهاش؟ نه اصلا قضیه این نیست حال نکنم و اینا، من با همشون حال میکنم. قضیه اینجاست که دوست ندارم بگم با کدوم صمیمی ترم با کدوم صمیمی تر نیستم. چرا؟ دوست ندارم بگم. خب پس یعنی الان میخوای چالش رو به جون بخری این سوال رو جواب ندی؟ من سوال جواب دادم در اصل. چه جوابی نگو؟ در اصل جواب دادم دیگه. خب دوباره عدد انتخاب کن به خاطر چالشی که عدد 9. عدد 9. تا سوال بعدی که میخونی باید مرغ شی. بابا دیگه بابا فرد انتخاب نمی‌کنی. این چیه؟ عزیزم باید تا سوال بعدی مرغ باشی دیگه. قد کن. بابا الان دایی تو سیشتر نفرت. نه قبول نمی کنم. یا بعد سوال رو جواب میدادی یا بعد مرغ شدی. خدا این زندگی دیگه واقعا فایده نداره. بریم اشکال نداره. مرغ میشی؟ قط تو پسره داره قط رو کی کراشی نه دیگه آقا قشنگ قد بگو دیگه. روی هیچ کس نه یعنی چی روی هیچ کس من میدونم دیگه. دروغ نگو. آیزه میخوای چالش نری. آره خب نمیگم. نمیگی؟ چه آدم نگویی شدم تو این فیلم. آره همش این نمیگی. نمیگم ولی چالش 2 باشه. چالش 2 کی میاد؟ آخ جون تمام شد. خب چالش 2 بچه این الان آخرین چالشه. چالش شماره 2 که روشن انتخاب کرد. کیمیا باید محکم با بیرحمی کامل. نه آیده تو بیا بزن. نه تو بیا بزن آیده. این بابا این دستش سنگینه. ببین این دستش سنگینه. به روشن آور تلافی کنه دیگه. ببین این دستش چی میاد. این ویدیو تموم میشه ها. این ویدیو تموم میشه. صورتتو اونور نکن. بزنم به خدا محکم بزنی میزنمت. نه عزیزم چالش محکم سیلینا میزنمت. بابا میخوای بیا بوست کنم. میزنمت باور کن. دستو بیار پایین. بابا آروم زدم. خدایی آروم زدم. خدایی آروم زدم. آره آروم زد تقریبا. خب بچه ها میریم واسه سوال آخر. البته که من واقعا نمیخواستم اینو جواب بدم ولی آیدا گفتش که بگو. گفته که داداشت چی شد که فوت شد. داداشم یه روز صبح داشتش میرفت که ماشینش رو بده به رانندهش و تو راه توی آزادگان توی یکی از خروجی‌ها یکی از کامیونا داشتش با 90 تا دندقب می اومد و اومد روی ماشین داداشم و همین یه تصادف خیلی بد داشتن و خب الان بهتر. حالا خوبه. اوکی آقا خیلی دوستتون دارم و اینکه حالا فعلا این اولین ویدیو باشه. بهتون قول میدم که از این بعد یه ویدیوهای خفنی واسهتون بذارم و اینکه همین دیگه. دوستتون دارم. لایک، کامنت، سابسکرایب یادتون نره. من بلد نیستم. من یاد میگیرم و فراموش میکنم.
گود بای. من انقدر گنده نیستم. باشه این بچه 6 لایه لباس پوشیده. بازم سرد. بذارید یه خوش صحنه. درد تو همین. مامورو. بچه ها بچه ها بذارید یه دقیقه من اینجا نمیخوام فیلم بگیرم، میخوام از اون فیلم بگیرم. چقدر این توپوله. خستم. هم خسته ایم هم گشنه‌ایم هم خیلی سرده، یعنی الان قرمز شده دستای بنده خدا. گشتم. بیا طبق معمول همیشه وسط ویدیو گفته ای باب هم چه حسی دارید شما که انقدر محبوب و معروف هستین؟ من بیارم میچسبونم به هم در به در زلیل مرده بگیر.